من دوستان عزیز امروز اومدم که بازی معرفی کنم که میتونین ازش کسب درآمد کنین. کسب درآمدش یه کم کمه، ولی با کمی بازی کردن بیشتر میتونیم بیشتر پول در بیاریم. به چنل من خیلی خوش اومدین. من تو این چنل ویدیوهایی در مورد کسب درآمد به شما میگم. این بازی برای بازی کردن به شما پول میده و واردش میشیم. این بازی رو اسمشو توی توضیحات مینویسم. این توضیحات رو کپی کنین و توی مارکت یا بازار یا هر کدومش رو دوست دارین کپی کنین و اونجا پیستش کنین و بازی رو دانلود کنین و نصبش کنین و واردش شین. منتظر بمونین تا باز شه. تا اون باز شه من خب بعد از این که نصب شد و واردش شدیم، من اینجا رو 2 قسمت میکنم تا خب اول از اینجا بعدا از اینجا. خب اول اینا رو پاک کنم. خب این قسمت امتیازی که میتونید تبدیل به پول کنین. تومن. این قسمت میتونین این جمتونه، جم یا الماس، کنارش تایپ میکنم. این قسمت پوله که توی باز خرج میشه. این قسمت امتیاز شماست. این قسمت مأموریت ها و اینجا رتبه بندی و اینجا کیف پول و جایزه نقدی. این تبدیل میشه به اینجا. میتونید این امتیازاتون رو تبدیل به جوایز نقدی کنید. حالا بریم این وسط یه چیزی هست. اینجا هم لولشون رو نشون میده. اینجا پروفایل شما و اینجا هم دوستان شما واردش میشین. اینجا رو اگه بخونین اینجا نوشته با دعوت کردن دوستان هر 2 نفر جایزه میگیرن. جوایز هر نفر 25 تا از اونها هست. اگه بخواین این کد معرفه منه، پایین ویدیو هم میذارم توی توضیحات. اینجا تعداد دوستان شما رو نوشته. بعد اینجا لباس ها و میتونین با این جم یا اون امتیازی که تبدیل میشه به پول رو بگیرین. اینجا فروشگاه شماست که با پول دادن میتونین. اینجا نقشه است. اولین جایی که شما میاین اونجا نیست. من لول دومم. شما از لول اول تموم میکنین تا برین لول دوم. لول اول 12 تاست. اگه اینجا رو نگاه کنین 12 ماکسیموم، یعنی آخرش. من میرم اونجا و اونجا توضیح میدم. خب حالا چند تا سوال به وجود میاد. این امتیازی که هست تبدیل به پول میشه، چگونه میتونیم
اونو از اون به دست بیاریم. شما اول باید بیاین این ماینینگ ها رو فعال کرده باشین. بعد چند تا از این بر میدارین و بیاین اینجا بزنین. اگه ببینین الان بیشتر میشه، 51 میشه. دیدین 50 بود 51 میشه. اینجوری میشه اونا رو بیشتر کرد. حالا میگین چطور اینجوری کردی اینا رو، یعنی معمولی نیست. برای اینکه اونا رو اینجوری کردیم بکنیم، میایم اینجا کنارش میریم، بعد اینجا اینو میزنیم، بعد اینجا فعال میشه. روی انتخاب اینجا یه گزینه هست، با این میتونیم بخریم اونو. برای مثال بریم برای یکی، برای این اینا نمیشه. برم ببینم اینا میشه. بله این میشه. اینجا ببینین با دادن 2 چیز میتونیم بخریم، یا 3 تا جم این، یا 10 تا 100 کا از این شد اینجا، یا دادن این میتونیم اونو بخریم. اگه روش بزنیم اینجوری رنگ میشه و میتونیم لول آپ کنیم اونو. همون لول آپه. خب از کجا میتونیم اون جوایز ها رو دریافت کنیم؟ ما به صورت مستقیم نمیتونیم اون جوایز رو دریافت کنیم. اول باید اون امتیازهایی که گفتم بهتون، تقریبا بنفش رنگ بالا سمت راست، بالای جم همون الماس صورتی، به صورت مستقیم نمیتونیم دریافت کنیم. باید اونو بیشتر کنیم و ما با 2 جا میتونیم بریم، یا این جوایز نقدی بزنیم، یا بیایم از اینجا عبور کنیم به اینجا برسیم. اینجا اگه ببینید اینجوری باز میشه و اگه این جوایز نقدی رو بزنه باز هم اینجوری باز میشه. شما میبینین برای مثال گفته 5K پپه تقریبا 29,000 تومن، 25,000 کا، 225,000 کا. اگه اینقدر داریم اینجا نشون میده چقدر داریم. اگه اینقدر داریم دریافت رو میزنیم و به ساعت 72 ساعت بعد به حسابتون میاد. حسابتون نه، به یک صرافی میاد که اون صرافی با این کار میکنه. اگه کیف رو بزنیم وارد گوگل میشه، این قسمت برای شما باز میشه. اینجا شماره موبایل، اینجا یه من ربات نیستم رو میزنیم. من ویدیو رو قطع میکنم، اینا رو میزنم. خب اینجا رمزتون رو میزنید. اگه ثبت نام نکردین باید ثبت نام کنین. رمزتون رو میزنین. اگه فراموش کردین فراموش رمز بود رو میزنین، ذخیره میزنین. خب رد کردن رو میزنین. خب اینجا یه صرافی هست که این صرافی با اون بازی کار میکنه. اینجا رو 2 بخش میکنم، با توضیح میدم. خب اینجا واریز دارایی، اینجا معرفی دوست،
اینجا گبز بازار همون بازار نشون میده. اینجا دانلود برنامه، اینجا هم بیشتر. دانلود اگه برنامه رو بزنین اینجا باز میشه. شروع بازی اگه بزنین اینجا میتونید با چند روش دانلودش کنین. دریافت از بازار، مارکت و غیره. شما همون بازار یا مارکت بزنین و بیشتر هم اگه بزنین وارد کریپتو همون رمزارزه. برای مثال یه چیزی داره میخوایم به این صرافی منتقل کنین. خب تو پایین بازار هست، خانه هست، بازار اون جایی که میتونین رمزارزها رو بخرین یا بفروشین. معامله هم هست که میتونین ارزها رو معامله کنین. فقط این که اگه به تومن کنین کمتر از 460,000 تومن نمیشه. اگه تتر میخواین بفروشین یا بخرین کمتر از 5 تا نمیشه. اینجا خرید و فروش سریعه که با اون قیمت بازار میتونین بخرین. اینجا کمتر از 500 و چقدر فکر کنم 550,000 تومن میتونین. اگه اینجا رو بزنین ببینین الان من 22,000 تومن 949,000 گرفتم. فقط با یکم بازی کردم و شما میتونین بیشتر بیشتر پول دریافت کنید. اگه بیایم پایین اینجا 10,000 تا شیبا دارم و اگه بیایم دوباره پایین اینجا 60 نات کوین دارم. و اینم از این ویدیو بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.